بعضی از مواقع از ما اینطوری سوال میکنن: آقا ما شنیدیم، عالم حیوان دوپا رو شناختیم، بدمون میاد، خسته شدیم، به بنبست رسیدیم، میخوایم تلاش بکنیم و رشد کنیم و تغییر پیدا بکنیم، باید چیکار بکنیم؟ در ادامه این سری کلیپ ها میخوام 10 تا نکته رو بهت بگم که اگر این 10 تا نکته رو رعایت بکنی قطعاً میتونی آماده سفر از عالم حیوان دوپا به عالم انسانی بشی. اولین نکته‌ای که میخوام بهت بگم، برای اینکه مانع‌های مقابل خودت رو در مسیر رشد و تکامل بشناسی و اونها رو بخوای برطرف کنی، به این مانع بزرگ، به این مانع اساسی میخوام اشاره بکنم که اکثر زندگی‌های ما رو درگیر خودش کرده. بعضی از مواقع ما عادت میکنیم به این که دیگران رو نصیحت بکنیم. اگر یک زمانی من و تو به اینجا برسیم که خودمون رو از بقیه افراد بالاتر بدونیم، خودمون رو عقل کل بدونیم و بخوایم به دیگران پشت سر هم نصیحت بکنیم و یک حرفی رو متذکر بشیم، بدون که داری از همونجا ضربه میخوری و اولین مانع در مسیر رشد و انسانیت خودت رو داری ایجاد میکنی. من و تو عقل کل نیستیم. دیگران هم برای خودشون نظری دارن، مطلبی دارن و ما فقط میتونیم به عنوان مشاور در کنار دیگران کمک بکنیم. باید به دیگران گوش بکنیم، شنوا باشیم، مطالبشون رو بشنویم، سریع نقد نکنیم. خیلی از مواقع توی زندگی رابطه پدر و فرزند، رابطه 2 تا همسر کنار هم، در اداره بعضی از مواقع کارفرما با کسی که زیر دستش داره کار میکنه، این نکته رو فراموش میکنیم و سعی میکنیم پشت سر هم نصیحت میکنیم. نصیحت از اون نکاتی هستش تا وقتی در طرف مقابلت پذیرش نباشه هیچ کاربردی نداره. پس سعی بکنیم از جایگاه عقل کل پایین بیایم. ما هم یک مخلوقی مانند ما بقیه افراد و اگر از ما سوالی کردن و از ما مشورتی خواستن و از ما نکته‌ای خواستن در اون مسیر کمک بکنیم و الا دیگران رو نصیحت نکنیم.